تو هر انیمه یه فرمی هست، فرمی که شخصیت از انسان تبدیل میکنه به یه افسانه. امروز بهترین فرمای نهایی هر کاراکتر کدومه؟ شماره 5 سوکونا در دوران هیان نسخه واقعی خودش بود. 4 بازو، سرعتی که چشم نمیتونه دنبالش کنه و تکنیکایی که هر قهرمان رو نابود میکنه. این فرم ترسناکترین حالت سوکوناست، جایی که عنوان پادشاه نفرینا واقعا معنا پیدا میکنه. شماره 4 ایچیگو وقتی فرم حقیقی بانک‌های خودش رو آزاد میکنه، تمام ریشه‌های قدرتش همه با هم فعال میشه. قدرتی که نه فقط برای جنگ، بلکه برای دفاع از همه چیزی که دوستش داره. شماره 3 ناروتو. این فرم فقط قدرت نیست، قمار روی جونه. ترکیب چاکرای ناروتو و کوراما قدرتی میسازه که حتی یه لمسش دشمن رو تحلیل میبره. فرمی که فقط برای یه دلیل آزاد شده، حفظ آینده. شماره 2 لوفی. گیر 5 لحظه‌ای که لوفی از مرز قدرت گذشت و تبدیل شد به نماد آزادی، قدرت کارتونی، قابلیت تغییر قوانین فیزیک، سرعت و انعطاف بی‌پایان. این فرم بیشتر شبیه افسانه است تا یه قدرت. شماره 1 گوکو. فرمی که در این ذهن و بدن از هم جدا میشه. گوکو بدون فکر کردن حرکت میکنه، بدون ترس میجنگه و به قدرتی دست پیدا میکنه که حتی خدایان هم بهش احترام میذارن. اوج تکامل یه جنگجویه. در آخر نظر شما چیه؟ حتما تو کامنت ها واسم بنویس.